با درود به همه علاقمندان به هنرهای رزمی. من سیفو قهرمانی هستم. پادکست شماره 26 رو اجرا میکنم. تو این پادکست میخواستم راجع به آناتومی بدن صحبت بکنم، چرا که خیلی مهمه وقتی که شما میخواهید حرکتی رو انجام بدید، تکنیکی رو، حمله‌ای رو انجام بدید. خیلی مهمه که اطلاعات کافی از نوع اسکلت بدن و ماهیچه‌هایی که روی اسکلت کشیده شده و عصب‌هایی که توی ماهیچه‌ها به کار برده شده و همه اینها اطلاعات کافی داشته باشیم. یعنی شما اگر در نظر بگیرید، اول اسکلت بدن، یعنی بدن از یه اسکلتی ساخته شده که این اسکلت از قطعات بسیار زیادی تشکیل شده که حالا توی این فیلمی که براتون میذارم ببینید این قطعات چقدر زیاد هستن و به چه شکلی پهلوی هم قرار میگیرن تا تشکیل یه اسکلت رو تو بدن میدن. و این اسکلت که از قطعات بسیار زیادی تشکیل شده، اگر قرار باشه همینجوری بدون داشتن ماهیچه و مفاصل و به قول معروف ربات هایی که اونها رو به هم وصل میکنه باشه، با یه ضربه محکم، حالا چه با پا باشه چه با دست، این از هم میپاشه. یعنی بدن انسان کلا یا اصلا هر موجود زنده‌ای، حیوانات منظورمه، اصلا توانایی مقاومت نداره در مقابل کوچکترین ضربه، چون قطعاتی هستند که با همدیگه به همدیگه چسبیدن و تشکیل یه اسکلت رو دادن. حالا شما اگر در نظر بگیرید شما اصلا خودتون میخواید یه بدنی رو بسازید، یه موجودی رو بسازید، اسکلتش رو ساختید. خب برای اینکه این محکم باشه باید چیکار کنید؟ یه محافظی براش بذارید. این محافظ همون ماهیچه ها هستن که روی این بدن کشیده میشن و بعد از اون این ماهیچه ها باید کار کنن، یعنی حرکت بدن اسکلت رو. بعد این عصب ها هستن که حالا قبلا صحبتشو کردیم، ولی من با تصاویر و توضیحات بیشتر اینا رو براتون میشکافم که چجوری عصب ها توی ماهیچه ها عمل میکنن که بتونن ماهیچه ها رو به حرکت در بیارن و ماهیچه ها هم همینطور توسط به قول معروف عصب ها که حرکت میکنن و دور اسکلتمون یا روی اسکلتمون قرار گرفتن، اون اسکلت رو به حرکت در بیارن که بدن ما حرکت بکنه. و وقتی ما اینا رو بدونیم، موقعی که ضربه میزنیم میدونیم که از چه زوایایی، به چه شکلی، در چه حالتی باید ضربه بزنیم. که حالا من اینا رو لیست کردم، ولی امیدوارم بتونم حداقل اسکلت رو توی این پادکست بگم تا برم بعداً برای ماهیچه ها و عصب ها. خب ببینم اینجا من نوشتم براتون که راجع به مفاصل یه فیلم کوتاه میذارم. ببینید مفاصل حرکت های مختلفی دارن، یعنی مفاصلی داریم که فقط به یک جهت حرکت میکنه، مثل همین آرنج ما فقط به یک جهت، اونم نیمه، یعنی دیگه بعد نمیتونه باز بشه، فقط یه طرف میتونه کار کنه. درسته بالا و پایین هم میره، ولی تا یه حدی میره بازیش 180 درجه است، بیشتر نمیره. اما مفصل گردن ما همه طرف 180 درجه، مفصل شونمون 360 درجه، مفصل شونمون 360 درجه میتونه حرکت داشته باشه، اما دوباره کتفمون میره بالا، دیگه بیشتر از اون بازی نداره. و یا انگشتامون مفاصلشون میتونن در یک جهتی بیان ولی از اون طرف خم نمیشن. اینا رو همه رو باید بدونیم. یا اینکه فاصله هاشون تا یه حدی باز میشه، یعنی بیشتر باز نمیشه. تو همینا توی تکنیک خیلی تاثیر داره، گرفتن انگشتا و پیچوندنشون. شما این انگشت اینوری بپیچونی، طرف با مفاصل دیگه‌اش بازی میکنه و هیچ فشاری بهش نمیاد، ولی برعکس بپیچونی بهش فشار میاد. که این دونستن این که اصلا مفاصل، چه نوع مفاصل تو بدن هست و کجا مفاصل به چه شکل کار میکنن، اینا خیلی مهمه که برای ضربه زدن یا گرفتن یا تکنیکایی که برای اهرم کردن هست، اینها الان اصلا مهمن. اگر ندونیم اینا رو، همینجور بر حسب اتفاق یا تکنیکایی که کار کردیم به طور موقت یا کوتاه میتونیم اجرا کنیم،
اما اگر اینا رو اطلاعات ازش داشته باشیم میتونیم بی نهایت حرکات از توی یه تکنیک در بیاریم. منظور من کلا اینه که مثل یه مثالی هست که ژاپنیا میگن، یعنی از قول ژاپنیا گفته شده که میگن ما ماهی نمیدیم به کسی، ماهیگیری باید یاد بدیم. و اینم ماهیگیریه، یعنی شما وقتی توانایی بررسی کل بدن رو از نظر اسکلت و ماهیچه و عصب‌ها و مفاصل و رباط‌ها و اینا بدونید، بعد خودتون میتونید تصور کنید که روی یک دست، روی یک پا، روی ساعد، روی نمیدونم آرنج چه حرکاتی رو میتونید انجام بدید که باعث بشه که حریفتون تواناییشو از دست بده. ولی اگر اینا رو ندونید یه تکنیک رو شاید بهتون یاد بدن، میگن به این شکل میزنی اذیت میشه، خیلی خوب، 1 2 تا 3 تا 10 تا 20 تا، اما به محض اینکه شما تکنیک ها رو یاد میگیرید و اجرا میکنید همونه، میمونید در اون حد. اما وقتی که بدونید که علم مفاصل و کلا بدن چه جوری هست، شما میتونید خودتون تکنیک های زیادی رو با اون دانایی کمتون به وجود بیارید. به هر حال صحبت من سر اینه که دقت کنیم که بدن انسان از چه قسمت‌هایی تشکیل شده که همونطور گفتم همه اینا رو در نظر بگیریم. حالا مهم اینه که اول بدونیم که اسکلت بدن از قطعات بسیار زیادی درست شده و این قطعات اگر محافظی مثل ماهیچه نداشته باشن با یه ضربه محکم از هم میپاشن. پس این محافظه که ماهیچه است خیلی مهمه و اون ماهیچه هم باید حرکت بده، باید یه جوری این اسکلت رو که محافظت میکنه حالا حرکتش هم بده. برای دادن حرکت دستوری میخواد که این دستور از طرف همونطور که قبلا اشاره کردم مغزمون و مخمون صادر میشه و از طریق عصب‌هایی که از تو نخاع رد شدن و اومدن و پخش شدن از سوراخ‌های هر مهره اومدن بیرون و در بدن پخش شدن، این دستور رو به عضلات میدن که بزرگ و کوچیک و جمع و نمیدونم باز کنه، خودشون بلند کنه، کوتاه کنه و این باعث بشه که یه سری حرکاتی با هم هماهنگ بشن تا انسان بتونه راه بره، حرکتی رو انجام بده و بعد در نهایت به حدی میرسه که میتونه با سرعت بالا تکنیک‌های مختلف، حرکات مختلف، ترکیب‌های مختلف رو با هم انجام بده که این واقعا خارق‌العاده است و به این سادگی ازش نمیشه گذشت. ولی همه اینها رو اگر بررسی کنیم میتونیم در مقابلش تکنیک‌های لازم رو برای به قول معروف شکست دادن حریفمون اجرا کنیم. وگرنه اگر اینها رو ندونیم در سطح خیلی کوتاهی تکنیک ها رو یاد گرفتیم یا کلا علم رزمی رو یاد گرفتیم و یه جای کم میاریم. حالا مهمترین قسمت بدن هم از نظر اسکلت، هم از نظر عصب‌ها، هم از نظر اهمیتی که در کل بدن داره سر انسانه که همه حتی عصب‌ها از اون بالا شروع میکنن دستور رو میارن پایین. یعنی شما اگر به سر حریف ضربه بزنید اختلال خیلی بزرگی رو ایجاد میکنید که بقیه بدن که از اون دستور میگیرن و به اون وابسته هستن تواناییشون رو از دست میدن. حالا برای اینکه بهتر متوجه بشین فقط من اسکلت سر رو الان تو این فیلم نشون میدم. ببینید اسکلت سر از چندین قسمت تشکیل شده. فکر کنید همه این قسمت ها که با هم دیگه وصل شدن اگر قرار باشه که استحکامی روشون نباشه، حالا ماهیچه خیلی کمی توی سر هست ولی برعکس به خاطر اینکه ماهیچه های کمی برای پوشش اسکلت سر هست، در عوض خود این اسکلت سر به شکل خاصی توی هم مچ شدن طوری که به این سادگی از هم نمی پاشن. اما به خاطر اینکه ماهیچه مثل بدن ماهیچه دورش نیست، باز از همه قابل ضربه زدن، یعنی ضربه‌ای که میزنید بهش صدمه زیادی میزنه به حریفتون. مخصوصا که حالا در جلسات بعد که راجع به عصب‌ها صحبت میکنیم میبینید که چقدر عصب یعنی چقدر که همه اعصاب از سر شروع میشه میاد پایین توی بدن و اگر شما ضربه رو به سر بزنید رابطه سر و بدن مختل میشه و اونجاست که میتونید به راحتی با کمترین ضربات و در کوتاهترین مدت
حریفتون از پا در بیارید. پس ما این اسکلت رو که امروز من با این فیلم ها خیلی کوتاه نشون دادم میذاریم برای این جلسه و ماهیچه ها و عصب ها رو برای جلسات بعد که اینها رو بعد با هم دیگه به شکل یک مجموعه بررسی کنیم و تکنیک ها رو بر اساس اینها اجرا کنیم. باشه، پس میریم تا پادکست بعدی. مواظب خودتون باشید. بدرود.